فواید میوه‌ها برای بدن انسان چیست؟ مهم نیست در کجا زندگی می‌کنید، به هر کجا که نگاه کنید در میابید غذاهایی که ما امروزه مصرف می‌کنیم از طبیعت نسبتا فاصله گرفته است و حتی به جای بهره بردن از خاص میوه، از قرص‌های مولتی ویتامین آماده‌گاه‌ها استفاده می‌شود. اگر به تأثیری که حذف خاص میوه از رژیم روزانه و نوع رژیم غذایی بر روی سلامتی ما انسان‌ها می‌گذارد کمی فکر کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این مسئله به شدت نگران کننده است و جای تعجب ندارد که میزان چاقی، بیماری‌های قلبی، دیابت و سایر اختلالات متابولیک طی چند سال اخیر همواره افزایش یافته است. برای اینکه بتوانیم از مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم و رژیم غذایی سالمتری داشته باشیم، استفاده از خاص میوه بهترین گزینه است که میتوانیم در برنامه غذایی خود بگنجانیم. دلیل مهم برای اینکه از خاص میوه غافل نشویم. حاوی مواد مغزی و مواد معدنی دارای قند کم سلامت قلب و جلوگیری از بیماری‌های قلبی، کمک به محیط زیست سرشار از فیبر، کنترل قند خون، زیبایی پوست، کاهش تریگلیسیرید، دارای تنوع بسیار و مناسب برای تمام ذائقه‌ها، هزینه‌های کمتر نسبت به دیگر مواد غذایی، دارای قند طبیعی، جلوگیری از انواع بیماری‌ها، سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین ا، بهبود عملکرد روده و کمک به سلامت آن، کنترل اشتها، پیشگیری از انواع سرطان، سلامت دهان و دندان، کاهش وزن، تامین بخشی از آب بدن، حمایت از کشاورزان محلی. خاص میوه انگور چست. انگور از پرخاصیت‌ترین میوه‌های موجود است. نهال انگور حدود 8000 سال پیش در خاورمیانه کشف شد و امروزه در رنگ‌ها و اشکال مختلف به بازار عرضه می‌شود. از برگ درختان این میوه نیز استفاده‌های بسیاری می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به پخت دلمه برگ، از خوشمزه‌ترین غذاهای اصیل ایرانی اشاره کرد. خاصیت انگور عبارت اند از سرشار از مواد مغزی به ویژه ویتامین و که سرشار از آنتی اکسیدان، درمان کم خونی، کاهش تبهبود، سردردهای عصبی و میگرن، کاهش خطر ابتلا به آلزایمر، کاهش التهاب، جلوگیری از سرطان پستان، کمک به سلامت قلب، کنترل قند خون، درمان یبوست، تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به بیماران آسمی، تقویت و تراکم استخوان، زیبایی و شفافیت پوست به دلیل خاصیت کلاژن سازی. خاص میوه بادام. بادام علاوه بر مغزیجات در گروه میوه‌ها نیز قرار می‌گیرد. نهال بادام از قدیمی‌ترین درختانی هستند که قدمت آنها به 2000 تا 3000 قبل از میلاد در اردن باز می‌گردد. بادام حاوی فولیک اسید است که از جنین در مقابل هر نوع نقص مادرزادی محافظت می‌کند. دقت داشته باشید اگرچه بادام در بین مغزی‌ترین مغزیجات و میوه‌های قرار دارد، اما مصرف زیاد آن می‌تواند باعث حالت تهوع، اسهال، تنگی نفس، مشکل بلوع شود. بادام سرشار از ویتامین ا است و می‌توان آن را به مدت 2 سال در یخچال نگهداری کرد. 15 خاصیت بادام عبارت اند از کنترل فشار خون، کاهش وزن، درمان یبوست، سرشار از مواد مغزی مثل پروتئین، فیبر، منگن، سرشار از ویتامین‌های ای و 12 سرشار از آنتی اکسیدان، جلوگیری از ابتلا به سرطان، کمک به از بین بردن جوش و آکنه، جوش‌های سر سیاه، درمان ترک‌های پوستی، جلوگیری از ضعیف شدن چشم، کاهش خطر کلسترول، کمک به بهبود عملکرد قلب، تنظیم قند خون، تقویت اعصاب، کمک به ریزش مو و جلوگیری از سفید شدن مو. خاص میوه انجیر چیست؟ انجیر در 2 نوع تازه و خشک موجود است. انجیر تازه زود فاسد می شود و باید چند روز پس از خرید مصرف شود، اما انجیر خشک را می توان به راحتی حدود 1 ماه در دمای اتاق و حتی برای مدت طولانی تری در یخچال نگهداری کرد. انجیر یکی از گونه درختان پربار در مناطق گرمسیر محسوب می شود. 15 فواید انجیر عبارت اند از پیشگیری از بیماری پوکی استخوان، رفع لکه‌های پوستی و اگزما، کمک به داشتن پوست و موی سالم و شاداب، درمان گلودرد، کاهش وزن، درمان یبوست، کنترل فشار خون، کنترل قند خون، سرشار از ویتامین‌های ا و به دارای خاص آنتی اکسیدان، پیشگیری از سرطان‌ها به خصوص سرطان سینه و سرطان روده، دارای خاص ضد باکتریای، جلوگیری از بیماری‌های قلبی و تقویت رگ‌های قلب، تقویت عملکرد جنسی آقایان، تسکین درد معده. خاص میوه سیب چیست؟ میوه نهال سیب میوه‌های محبوب و سرشار از فیبر و ویتامین ک است. همچنین حاوی پلیفنول است که می‌تواند فواید بسیاری برای سلامتی شما داشته باشد. سیب‌ها در اشکال، رنگ‌ها و طعم‌های مختلفی وجود دارند و طیف وسیعی از مواد مغزی را تامین می‌کنند.
15 فواید سیب عبارت اند از کاهش وزن، بهبود عملکرد مغز، کنترل دیابت نوع 2، تقویت باکتری‌های مفید روده، جلوگیری از انواع سرطان، جلوگیری از بیخوابی، درمان اسهال، کمک به مبارزه با بیماری آسم، جلوگیری از پوکی استخوان، درمان ورم معده، تقویت هوش، جلوگیری از بیماری آلزایمر، تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به سلامت دهان و سفیدی دنداندارای خاص ضد پیری.